مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 7 ماه سال 2024 با اتفاق آرا از پیشنهاد رستم امامعلی پرزیدنت اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی پشتیبانی کرده 25 ماه را روز جهانی فوتبال اعلام کرد. سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که روز 7 ماه سال 2024 ضمن جلسه 80 اجلاس 78 مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه روز جهانی فوتبال که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد بحرین و دولت لیبیا تهیه و پیشبرد شده بود با اتفاق آرا قبول گردید. همین طریق جامعه جهانی تشبث نخستین پرزیدنت فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان رستم امامعلی را عاید و اعلان روز بین المللی فوتبال در جهان با اتفاق آرا پذیرفت. گفته می شود در اطلاعیه وزارت در قطعنامه اهمیت در رویه صلح، تفاهم، همکاری بین المللی، دوستی، تحمل پذیری و بدون تبعیض برگزار نمودن چاره‌بینی های بزرگ بین المللی ورزشی که آنها خصوصیت متحد کننده و مسئولیت آمیز دارند تاکید شده. قناعتمندانه اینچنین نقشه بنیاد فدراسیون بین المللی فوتبال و نقش مهم فدراسیون فوتبال را در سطح منطقوی و ملی اینچنین اتحادیه های منطقوی را در پیشبرد بازی های فوتبال بلند ارزیابی می نماید. اینچنین مجمع عمومی سازمان ملل قرار قبول کرد که روز 25 ماه همچون روز جهانی فوتبال اعلام کرده شود، زیرا سال 2024 صد سالگی اولین مسابقه بین المللی فوتبال که در بازی های تابستانه المپیک سال 1924 در شهر پاریس برگزار گردیده بود جشن گرفته می شود. وزارت خارجه تاجیکستان گفت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شدن نخستین تشبث بین المللی رستم امامعلی بار دیگر شهادت از آن می‌دهد که جامعه جهانی نقش بارز تاجیکستان را همچون کشور پیشبرنده اصولهای طرز حیات سالم و وسعت‌دهنده همکاری‌های بین المللی ورزشی جهت عمومی گرداندن آن در عرصه بین المللی مهم خوانده به تشبث و اقدام‌های ما اعتماد و باوری کامل دارد. یادآور می‌شویم رئیس مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان و شهردار دوشنبه رستم امامعلی که همزمان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و پرزیدنت اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی نیز هست، روز 9 فوریه سال 2024 با نشر یک مراجعتنامه ویدیویی به سازمان ملل متحد پیشنهاد کرد که نقش فوتبال را در سطح جهانی اعتراف نموده تاریخ قبول قطعنامه مخصوص مجمع عمومی سازمان ملل یک روز را رسما روز جهانی فوتبال اعلام کنند.